سلام، امروز میخوام دستور این خوراک لوبیا و قارچ لعابدار و خوشمزه رو براتون آموزش بدم. قبل از هر چیز دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. یک عدد پیاز خرد شده رو تفت بدیم. وقتی که پیازامون نرم و سبک شدن، کمی زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه و مخلوط میکنیم. بعد 1.5 پیمانه لوبیا چیتی رو که از شب قبل خیس کردیم رو به موادمون اضافه میکنیم. حتما باید لوبیا چیتیمون خیس بخوره تا نفخش گرفته بشه. بعد به مقدار کافی آب جوش روش میریزیم. حتما تو این مرحله 2 قاشق رب هم به موادمون اضافه میکنیم. الان 1 عدد سیب زمینی به همراه 6 عدد قارچ اسلایس شده رو به موادمون اضافه میکنیم و با همدیگه مخلوطشون میکنیم و 1.5 ساعت زمان میدیم تا خوب موادمون با همدیگه بپزن. 1 قاشق غذاخوری نمک هم در این مرحله به موادمون اضافه میکنیم. بعد از 1.5 ساعت ما سیب زمینیمون رو از داخل مواد خارج میکنیم و از آب غذا مقداری روش میریزیم و خوب میکوبیم و بعد به قابلمه برمیگردونیم و هم میزنیم و دوباره زمان میدیم تا با همدیگه لعاب بندازن. و در آخر مثل تصویر داخل کاسه میکشیم. حتما این خوراک مقوی و خوشمزه رو درست کنید و نوش جان کنید. دوستان، اگه این آموزش مورد پسندتون واقع شد، حمایت یادتون نره.